الله جل شأنه در نص سری قرآن برای ما فتوای قطعی و ابدالابدی میده که تا زمان الله و رسول را از خود و خانواده خود و خویشاوندان خود و تجارت خود و اموال و اسباب خود پیشتر دوست نداشته باشین، شما در درجه فسق قرار دارین و منتظر عذاب الله باشین. سوره توبه آیت 24 برای ما بیان میکنه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب